خسته نشدی؟ نه واقعا الان خسته نشدی از اینکه همیشه تلاش کردی که مردم رو خوشحال نگه داری و مطمئن بشی که تلاش تو کردی برای اینکه بقیه اذیت نشن و خوشحال باشن و تویی که در واقع داری همش اذیت میشی. خسته نشدی از اینکه هی به بقیه چیزی ارائه دادی و چیزی اصلا دریافت نکردی؟ واقعا خسته نشدی؟ خسته نیستی از اینکه همیشه توی انرژی مردونت بودی و قدرت زنانه خودتو دست کم گرفتی؟ اصل خانم، این ویدیو قراره که بهت نشون بده چجوری به یه ملکه تبدیل بشی و بتونی قدرتت رو به دست بیاری. سلام خوشگلا، ایشون لیزه، منم ماهورام و خوش اومدید به چنل ما. لیز مثل اینکه چند وقت پیش یه مریضی گرفته بوده با نام کووید که این یعنی مال دوران کرونا این ویدیو. و خب الان که من دارم براتون دوبله میکنم تقریبا 4-5 سالی گذشته، ولی خب اون موقع یک هفته 2 هفته میشد که نمیتونسته ویدیو بسازه، ولی به خودش قول داده همین که خوب شد برای دختره قشنگش، برای شما ملکه ها ویدیو رو درست میکنه. چجوری باید تبدیل به یک ملکه بشیم؟ تبدیل به یک ملکه شدن مرتبط با اینه که شما به انرژی زنانتون روی بیارید. هیچ چیزی هم از این قدرتمندتر نیستش که شما بتونید به انرژی خودتون برگردید. همه میتونن برگردن؟ بله. ربطی به جنسیت نداره، همه هم انرژی مردانه دارن هم انرژی زنانه دارن که هر کس با توجه به شخصیت و جنسیت خودش و موقعیتش باید به اون انرژیش برگرده. مثلا شما به عنوان یک دختر بهترین کاری که در حق خود میتونی بکنی اینه که یک بالانسی ایجاد بکنی بین فمینین انرژی تو مسکولین انرژی، یعنی همون انرژی مردانه و انرژی زنانه. انرژی مردانه رو برای کارت بذاری که جلوتر میگم انرژی مردانه چطوره و چرا بهتره که برای کار گذاشته بشه. انرژی زنانت هم برای اون زمانی که میخوای به یک ملکه باشی، زمانهای به غیر از کاریت. و حالا انرژی زنانه اصلا چجوری هست؟ انرژی زنانه مرتبط و وصل به روح. انرژی زنانه حالت شناور و آزاد و روحی لطیف داره. انرژی زنانه قابل لمس نیستش. انرژی زنانه دریافت میکنه و یک انرژی خیلی خوبی از قلبش به بقیه میده بابت این دریافت کردن. فقط هم دریافت کردن از مردها نیستش ها، نه، کلا دریافت کردن. و تفاوتش با انرژی مردانه چیه؟ انرژی مردانه یک حالت فعال، یک حالت دنبال شونده‌ای داره که حالا هدف باشه، یک خانوم باشه، هر چیزی باشه، یک حالت دنبال شونده‌ای داره. مثلا یک لیوان آب رو در نظر بگیرین، اون لیوان، اون آب داخل لیوان که یک حالت شناور، آزاد، لطیفی داره، میشه یک خانوم انرژی زنانه، و انرژی مردانه که ثابته، محافظت میکنه و اون انرژی مردان است. حالا برای اینکه به یک ملکه تبدیل بشی باید به کودک درونت هم خیلی گوش بکنی. بذار بگم که باید دقیقا چه کار بکنی به عنوان ملکه. اول از همه یک ملکه کودک درون خودش رو درمان میکنه و بهش گوش میکنه. همه ما یک کودک درون داریم که باید بهش اهمیت بدیم. اگر که بهش اهمیت ندی و نادیدش بگیری، خودش رو به عنوان یک ترومای بزرگسالی نشون میده. و تو باید بدونی که چجوری باید باهاش رفتار بکنی که حال اون خوب باشه، که حال تو و انرژی تو هم خوب باشه، چون همه ما باید به اون کودک درونمون گوش بکنیم. مثلا وقتی که بچه بودی، یه کاری ببین، یه کاری رو انجام بده توی بزرگسالی که اون کودک درونت خوشحال باشه. مثلا اگه که بچه بودی یا به عنوان یه کودک الان دوست داشتی باشی که نقاشی بکشه، شروع کن به نقاشی کشیدن همین الان به عنوان یک بزرگتر توی جایگاه یک بزرگتر. و این قراره که کمک بکنه به انرژی، به اون کودک درونست که فعال باشه. لیز وقتی بچه بوده درست کردن ویدیو رو دوست داشته، حالا با اون سبک بچگونه خودش، و الان داره برای شما توی یوتیوب ویدیو میسازه و از این کار خیلی لذت میبره. منم خودم بچه بودم از دوختن لباس بر عروسکام لذت می‌بردم و الان که بزرگ شدم یک خیاط شدم. پس دیدگاهت باید اینجوری باشه که اون چه کاریه که من خیلی از درون از اعماق وجودم دوستش دارم که انجامش بدم، حالمو خوب میکنه. مثلا لیز که بچه بوده دوست داشته خودش همیشه بغل بکنه چون خیلی بهش حس خوبی میداده، و الان هم خیلی موقع‌ها ممکنه که یه نفر پیشش نباشه که بخواد بغلش بکنه، پس خودش رو بغل میکنه و به خودش میگه که همه چی قراره اوکی باشه، نگران نباش. و این دوست داشتن بدنت، دوست داشتن خودت و اهمیت دادن به اون کودک درونه است، قراره که به خودت به عنوان یک عشق برگرده و خیلی مهم و خیلی زیبا هم هست.
یکی از کارهای دیگه که یک ملکه انجام میده اینه که یک ملکه دریافت میکنه مهربونی، کادو، کلا یک ملکه دریافت کننده است. وقتی که توی انرژی مردانم قبلا زندگی میکردم اینجوری بودم که نه 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 نه، من هیچ کمکی از هیچ کسی نمیخوام، من همه چی رو خودم انجام میدم، میتونم همه رو خودم انجام بدم، اصلا نمیخواد. و میخواستم که مثلا بگم که من این کارا رو خودم انجام دادم. ولی یک ملکه باهوشه، چون که میدونه که میتونه اون کار رو انجام بده، ولی میذاره که بقیه براش انجام بدن و این رو میدونه که این از روی ناتوانی یا علیل بودن نیستش، اینکه کمکی رو رد نکنه. چرا این کار میکنه؟ چون که یک ملکه میدونه که لیاقت این رو داره که بخوان بهش کمک بکنن، که بخوان بهش محبت بکنن، بهش عشق نشون بدن. و بعضی از خب مخصوصا مردا، بعضی از آدما مخصوصا مردا زبان بدنشون توی یک چیزی دادن، هدیه دادن، عشق دادن. حالا خودت رو به عنوان یک زن تصور بکن که همیشه مردت کار خیلی خوبی انجام میده برای تو، بهت یه هدیه میده، میبرتت این ور اون ور، و تو بخوای بگی که نه مرسی من نمیخوام من نمیخوام، و خب اون مرد چجوری قراره بشه، چجوری قراره حس بکنه؟ به خاطر اینکه اون به عنوان یک مسکولین انرژی، انرژی مردانه، انرژی حالت به تو سرویس دادن رو داره، منظورش هم این نیست از این کار که تو نمیتونی، تو از من سطحت پایین تره، من باید برات کار بدم. نه، اون فقط میخواد عشق خودش رو بهت نشون بده. و وقتی که تو قبولش نمیکنی کار خیلی بدی و اصلا یک ملکه نیستی. یک ملکه وقتی که یک تعریف یا یک هدیه رو میگیره میگه که او واقعا مرسی، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، و اون رو میگیره و اون رو قبول میکنه. و این میشه که اون طرف مقابل این کار براش هی دوست داره تکرار بکنه برای مثلا تو به عنوان یک کوین، و هی دوست داره اینطوری به تو عشقشو نشون بده. مثلا من با مادری بزرگ شدم که خیلی مادر خوبی بود، خیلی فوق العاده بود، حتی مادر خود من دوبلور، بچه‌ها گوش بکنید، ولی خیلی توی انرژی مردانش بود، حالا به خاطر شرط زندگی و هر چیزی. و کسی مثلا می‌خواست بهش هدیه بده، تعریف کنه، نه مرسی لطف دارید، این کارا چیه، الان من می‌خوام واسش یه دونه کیف و هدیه بخرم، نه نه مامانای هممون، نه نه بذار برای خودت، پولتو برای خودت نگه دار. چرا که نه، من مامانم میگم، لیزم مامانش میگه تو یک زنی، تو باید توی انرژی زنانت باشی. و ازت میخوام مادر، ازت میخوام تو یه دختر که داری به من گوش میکنی، وقتی میخواد یه نفر واسه یه کاری بکنه و عشقشو بهت نشون بده، قرارش حتما هم یک مرد باشه. من برای مامانم میخوام یه کیف بخرم، میخوام بهش عشقمو نشون بدم، و وقتی اون بگه که نه و نخواد اونو قبول بکنه، من حس بدی میگیرم، چون من اینجوری خواستم دوست داشتنمو بهش نشون بدم. خیلی هم بامزه است انگار که مثلا ما داریم اونها رو تربیت میکنیم، ولی خب شرایط زندگی خیلی فرق کرده و باید یه چیزا رو واقعا برای حال خوبشون بهشون گفت، و اینجوری میشه که اجازه میدی بقیه باز بهتر رفتار بکنن و بدونن که تو لایق این کارها هستی. یک ملکه خب میدونه که چجوری باید بالانس بین انرژی مردان و زنانش رو انجام بده. من دوست دارم انرژی زنانم رو برای روابطم، برای خانواده‌ام، برای شما فالوورام، برای ارتباط با مردم، با نشون دادن عشقم بهتون، با این تشکر و حس خوبی که بهتون میدم وقتی عشقی از طرفتون میگیرم یا از طرفشون میگیرم، با این لطیف بودن و خب به هر حال یک زن بودنم دوست دارم استفادهش بکنم. و انرژی مردانم رو هم برای سر کارم استفاده میکنم، برای بیزنسم. کاملا هم از هم متفاوت میشه، چون که باید یک سری انرژی مردانه باشه که حتما بشه توی یک راسته های حرکت کرد. بنابراین من توی راسته کاریم از انرژی مردانم استفاده میکنم، و اینکه انرژی زنانم رو هم داشته باشم توی همه در واقع همه اسپکت ها، خیلی خوشحالم و خیلی بهم حس خوبی میده و خیلی خودم رو دوست دارم اینجوری. یک ملکه اینو متوجهه که چیزی که بقیه میگن در موردش و اون چیز بده بهش اصلا ربطی نداره. بذارین بهتون یه چیزی بگم کامل متوجه بشین. وقتی که توی انرژی زنانت هستی، وقتی که میخوای بهتر دیده بشی، وقتی که میخوای حس بهتری در مورد خودت داشته باشی، خیلی از مردم قراره که بشن هیتر تو. چرا؟ چون که مردم متنفرن از کسایی که نمیتونن جای اونها باشن. مردها از زنی متنفرن که نمیتونن داشته باشنش، و زنها هم از زنی متنفرن که نمیتونن جای اون باشن. و به جای اینکه به خودشون رو بخوان بهتر بکنن و یک ورژن بهتری خودشون بشن، فقط تلاش میکنن که توی که داری بهتر بشی رو سرکوب بکنن. یک ملکه میدونه کسی که داره بهش یک حرف بد میزنه و یک هیتره، فقط داره برای خودش یک دیوار دفاعی میسازه و انگار که داره خودش رو برای خودش یک دلیل میاره که خودش هم تلاش نکنه که بهتر باشه.
من توی یک دورانی همش تلاش میکردم که لاغر بشم، لاغر لاغر مثل سوپر مدل‌ها، و اینجوری بود که من سوء تغذیه گرفتم و اون زمان من آدمایی که اضافه وزن داشتن یا توپلی بودن رو قضاوت میکردم و اینجوری بودم که او تو خب باید بهتر بخوری، باید کنترل بکنی خودتو. و الان دارم میبینم که من اون موقع چون سوء تغذیه داشتم و نمیتونستم درست غذا بخورم و مشکلات غذایی داشتم اونها رو این شکلی قضاوت میکردم. و اینجوریه که وقتی تو نگاه میکنی به این قضیه میفهمی که اونها چون این چیز رو ندارن بهت هیت میدن. ببین نظر منفی کاملا با انتقاد فرق میکنه. انتقاد پذیر آدم باید باشه، ولی تا جایی که متناسب و درست باشه و به شخصیت آدم بر نخوره و توهین نشه. ببین تیپیکال مردم در برابر کسی که 90% 80% مردم در برابر زنی که داره تلاش میکنه و با خودش حس خوبی داره، یک ملکه است برای خودش، حالا معیارهای یک ملکه رو که بهتون گفتم، همیشه اینجوری که تلاش میکنن اونو پایین بیارن، در موردش بد بگن. این به خاطر اینه که اونا در برابر اون حس ناامنی میکنن. چرا؟ چون اونقدر خودش رو دوست داره که اصلا به بقیه اهمیتی نمیده. نه که اهمیتی نده، با کسی توی رقابت نیست به غیر از ورژن دیروز خودش. هیچ کس هیچ مدلی، هیچ کس نمیتونه باهاش رقابت بکنه. چرا؟ چون یک ملکه خودشه. من یعنی شاید از من بهتر باشه، شاید از من زیباتر وجود داشته باشه، از من زرنگتر وجود داشته باشه، ولی هیچ کس من نمیشه. من هم قرار نیست جای کسی دیگه باشم. یک ملکه هم اینو میدونه و متوجه ملکای دیگه هم میشه، چون هیچ ملکه‌ای در برابر هیچ ملکه دیگه همچین کاری نمیکنه. و این مبحث ما رو میکشونه به این مبحث که یک ملکه هیچ وقت پشت کسی صحبت نمیکنه، هیچ وقت غیبت و شایعه پشت کسی پخش نمیکنه. من به هیچ عنوان غیبت نمیکنم. میدونی همه در مورد غیبت اینطوریان که وای اخ جون خبر جدید چی شده، بگو چه خبر، در مورد کی؟ وای واقعا میدونی یک تفاوتی هست بین صحبت کردن و غیبت کردن در مورد یک چیزی، و یک تفاوتی هم هست بین در مورد یک شایعه بحث کردن و اون شایعه رو پخش کردن. این حرفی که اون زشته، اون اینجوریه، اون اونجوریه، بذار بگم چرا نباید این کار بکنی، اون حرف رو بزنی. یک ملکه کاملا آگاه از این قضیه که پشت کسی صحبت کردن، شایعه پراکنی کردن در مورد مردم قراره که لول شما رو کاملا بیاره پایین. و خب صحبت کردن در مورد یک چیز لول پایین قراره که توی زندگیت اثر خیلی منفی بذاره. هر چقدر که تو بگی نه من دارم صحبت خیلی عادی میکنم، من بد نمیگم که پشت سرش دارم فقط اینجوری میکنم اونجوری میکنم، نه، خودت قانع نکن. این کار یک ملکه نیست به هیچ عنوان، چون یک ملکه تمام تمرکزش رو خودشه. نمیگمم که یک آدمی باش که فقط خودتو میبینی، اما بیا و دست از غیبت کردن بردار و تاثیرش رو توی زندگیت ببین. منتظر پارت بعدی هم باش که پس فردا براتون میذارم. هر شب که ویدیو دوست داشتی برای من کامنت بذار.